الله الرحمن الرحیم. ما تو هستیم که عروسی را مصرفش زیاد کردیم. عروسی اسلامی او است که دو 10 نفر باشن، 15 نفر باشن، اول نکاح صورت بگیره، اول مورد خبر کردن در عروسی اسلامی، آل رفتن به نکاح بسته کردن. اما در عصر رسول الله این قسمی نبود. کجایش اسلامی نام میمانین؟ در عصر رسول الله هم نکاح میشد، دختر به خانه شوهر خود میرفت، به فردای از او داماد به فردای از او روز تصمیم میگرفت که ولیمه بکنه یا نکنه. و رسول الله هم بهش میگفت که اولم ولو بشاتن، ولیمه بکن ولو یک گوسفندک باشه. امروز همین کسایی که ادعا میکنن که ما عروسی اسلامی میکنیم، گردنشان بسته، اگر در ولیمه خود یک گوسفند ذبح بکنه، همین مسلمان ها اول سرش رشخند نمیزنن؟ گشنه بود، خدا شرماندش، چیز نداشت، بی غیرت است. آیا غیرت تو از غیرت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که برتر است؟ اولم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ولو بشاتن، اگر یک گوسفندک هم میتونی. امروز برو در محفل امیاله پرسان میشه از مردکه کجا؟ اول این مولوی صاحب این سوال خود غلط میگه وقتی که دوادی نکاح پرسان میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم از وکیل دختر پرسان نمیکرد، از بچه پرسان میکرد که چند برای از این خانم تو مهر دادن میتونی؟ و بچه برش میگفت که یا رسول الله یک انگشترک آهنی دارم. احیانا میگه هیچ چیز ندارم. میگفت خیلی برو 10 سوره را برش یاد بدی، 10 سوره قرآن مهر میشد. امروز کس قبول میکنه که 10 سوره قرآن مهر شود؟ من از بیگانگان هرگز ننالم که بر من هر چی کرد آن آشنا کرد. ما از اهل قرآن و از اهل سنت گله میکنیم. نکنین اسلام عزیز، اسلام زیبا را برای مردم غلط معرفی نکنین. بگوین برای مردم که اینی هست. در عروسی های اسلامی در او وقت به خاطر که 3 ساعت 4 ساعت که بشینن در اوتلا نبود، یک گوسفند ذبح میکرد و باز او یک نفر میآورد یک چیزی که میخورد. دخترکای خورد دف یا دایره میزدن که اعلان شد نکاح از او. آیا قسم بود که این مولوی صاحب بخیزه گپ بزنه، این پقانا را انفجار بده، باز در سر از او اشتک بشینه، برنامه اطفال تلویزیون. کجا از اسلامی هست؟ یعنی ما هر چیز پقانه اسلامی، ترقیدن اسلامی، خیز زدن اسلامی، هر چی از کجا شد؟ والله من خو اینه میره نفهمیدم. یعنی اینه هر چیز در پشت سرش یک پسوند اسلامی را زیاد کو، ناخی چی هست؟ مردم خسته بساز، خفه بساز و یکی چی گپ است که ما یارا داخل کردیم و وقتی که نامش اسلامی ماندی و او در اسلام نباشه، بدعت چی هست که تو یک طریقه را ایجاد کنی که در اسلام نیست.